دادگاه نویه خراسان با حکم خود از 8 فوریه سال 2022 سید احمد سیداللهیف را که در بازار اویلی غیر قانونی نقطه تبدیل اسعار خارجی تأسیس داده به خرید و فروش اسعار ملی و خارجی مشغول بود، بر اساس قسم 2 ماده 286 کودکس اجراتی تاجیکستان در معاملات غیر قانونی با اسعار خارجی گناهکار شناخته به اندازه 200 نشان دهنده برای صبحها برابر به 13600 سامانی جریمه بسته است. مرکز مطبوعات داستان کل تاجیکستان روز 6 مارس سال 2023 در شرح این پرونده گفت سیداللهیف سید احمد که برخلاف طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت بانکی اجازت نامه‌دهی به بعضی نمودهای فعالیت عمل نموده دیده و دانسته در بازار اویلی نویه خراسان نقطه عوض اسعار خارجی تأسیس داده غیر قانونی به خرید و فروش اسعار ملی و خارجی مشغول شده است. خود ولیوچک برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی داستانی میگوید سید احمد سیداللهیف 20 ینور سال 2023 از شهروند مبلغ $3400 امریکایی گرفته با اسعار ملی سامانی با قرب 10 سامانی و 30 درم عوض نموده در مجموع به خریدار شرطی 35020 سامانی داده است. او را به دلیل شیعی بعد از شهروند گرفتن مبلغ $3400 دستگیر کردند. در تاجیکستان از سال 2015 فعالیت نقطه‌های خصوصی صرافی و صرافان انفرادی را منع کردند. اینک چند سال بعد شهروندان و مهمانان تاجیکستان می توانند فقط در بانک‌های رسمی اسعار خود را به پول تاجیکی عوض کنند، اما مشتریان میگویند در حالی که بانک‌ها از خریداران دلار و یورو را بدون محدودیت میخرند، پیدا کردن دلار و یورو برای خریدن در بانک‌های تاجیکستان خیلی مشکل است.